شما بلدین اگه یه نفر باهاتون از فکر کردن به خودکشی حرف زد چیکار باید کرد؟ فکر به خودکشی واسه آدما تو هر جایگاه اجتماعی، هر وضعیت اقتصادی یا هر سن و سالی ممکنه پیش بیاد. بعضی جمله ها هم نباید بگیم. مثلا خجالت بکش، قوی باش، خدا بیش از توان آدم بهش مشکلات نمیده، واقعیت اینه که ما جای آدما نیستیم. یا اینکه مثلا فکر کردی بعد از تو سر خانواده‌ت و دوستات چی میاد؟ این کار فقط عذاب وجدان بهش ایجاد میکنه. یا بعضی ممکنه بگن چه آدم خودخواهی هستی، چقدر ترسویی، یا ایمانت کمه که میخوای خودکشی کنی. این باعث میشه شاید حتی تو تصمیمش مصرتر بشه. و اینکه مثلا برو فلانی رو ببین، این همه مشکلات داره، این همه درد و رنج داره، ولی به این چیزا فکر نمیکنه. ناشکری نکن. اینا باعث میشه که طرف احساس کنه خوب درک نشده، خوب شنیده نشده و شاید دیگه با شما در ذهن نکنه. خب حالا اگه اینا رو نگیم پس چی بگیم؟ اولا یادمون باشه قرار شد که ما بیشتر گوش بدیم و اون بیشتر حرف بزنه. ولی اگه قرار چیزی بگیم، یه راه حل خوب اینه که ازش بخوایم بیشتر فکر کنه. برای خودکشی هیچ وقت دیر نمیشه، ولی اگه این کار انجام بشه ممکنه برگشتی توش نباشه.